سلام، من کیانوش توکلی هستم. امروز میخواستم در رابطه با برخی موضوعات مرتبط با اپوزیسیون صحبت کنم. دیروز اولین کنفرانس مطبوعاتی آقای حسن روحانی انعکاس وسیع داخلی و خارجی داشت که خب مفسران در این باره صحبت‌های زیادی کردن. امروز که سری به شبکه‌های اجتماعی میزدم میدیدم که یک کاریکاتوری که عکس دوتا خر رو نشون میده، زیر یک خر نوشته شده خر 76 و زیر دیگه خر دیگه ای که آقای کاریکاتور روحانی رو نشون میداد که داشت خر رو رنگ میکرد نوشته بودن که خر 92. این موضوع آدم رو به یاد همون داستان عکس مار هست میکشونه. آیا واقعا اپوزیسیون سطح درکش در حد این کاریکاتور، اینکه واقعا چه تحولاتی در منطقه حداقل در 2-3 ماه گذشته اتفاق افتاده و اینکه چه تحولاتی در درون حاکمیت در درون مردم ایجاد شده، میخواستم در این باره صحبت بکنم. خب این تحولات چی ها هستن؟ به نظر من چند بخش داره این تحولات، هم در منطقه هست. ما شاهد این بودیم که تظاهرات گسترده سکولارها و چپها در ترکیه علیه دولت اردوغان رو شاهد بودیم که همچنان ادامه داره و برکناری محمد مرسی در مصر و که به عبارت دیگه میشه از اون به نام کودتا استفاده کرد. این تحلیل رو در اپوزیسیون ایران تقویت کرد که در واقع منطقه خاورمیانه سکولار شده و در واقع میشه گفت به یک زبانی سطح خواسته های خودش رو در اون برد بالا. اما بیایم نگاه بکنیم که این تحولات رو قبل و بعد از انتخابات، یا به طور مشخص قبل و بعد از اولین مصاحبه مطبوعاتی آقای روحانی رو بیایم بررسی بکنیم. قبل از انتخابات وضعیت دستگاه حکومت یا وضعیت نظام بگونه‌ای بود که دولت احمدی نژاد شب و روز افشاگری میکرد علیه باند خامنه‌ای، علیه باند لاریجانی و دیگر محافل قدرتمند جمهوری اسلامی. اونها هم همچنین در واقع دست به تبلیغات میزدن، علیه همدیگه افشاگری میکردن. این وضعیت بسیار نابسامانی رو حکومت در مجموعه خودش داشت. تو این چارچوب باز هم اپوزیسیون یک خط مشی مشخصی رو نداشت. اصلاح طلبان در واقع در کنار جناح خامنه‌ای علیه دولت احمدی نژاد حرکت می‌کردن. اپوزیسیون هم یه بخش عمده‌اش در واقع میگفت باشه اینا بذار به جون هم دیگه بیفتن. بخشیشون هم به سعی می‌کردن آگاهانه نوک تیز حمله رو علیه خامنه‌ای ببرن، یعنی به یه شکلی به افشاگری‌های احمدی نژاد میدون میدادن. این وضعیت حکومت بود و متاسفانه اپوزیسیون در همین مقطع نتونست کار مؤثری رو انجام بده، یعنی یک خط مشی مشخصی رو برای اینکه بهره برداری بکنه، در حالی که تمام دنیا میشه گفت غیر از چین و تا حدودی روسیه، بقیه قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای، کشورهای غربی، اتحادیه اروپا، کشورهای قدرتمند خاورمیانه، همه علیه جمهوری اسلامی عمل می‌کردند. وضعیت ژئوپلیتیک ایران به صفر رسید، یعنی به یه زبان دیگه ای اگر کشور ایران به دلیل موقعیت
اقتصادیش، موقعیت جغرافیاتیش، جمعیتیش و نظامیش همواره در طول حداقل 60 سال گذشته دارای موقعیت مهمی بود، به دلیل ته کشیدن درآمد نفت که در اثر تحریما بود، موقعیت ایران به صفر نزدیک میشد. یعنی دولت مردان ایران دیگه نمیتونستن که با جیبهای پرپول که ناشی از درآمدهای نفتی بود بخوان برای حزب الله و حماس و سوریه و دیگر کشورها دیگر به اصطلاح خودشون جنبش‌های اسلامی حامی خودشون رو در جهان تجهیز بکنن و دست دولت، دست حکومت خالی و خالی تر شد و به همین دلایل در انتخابات، در به اصطلاح مناظره‌های انتخاباتی متوجه میشیم که برخلاف انتظار اکثر عناصر هوادار خامنه‌ای یا جناح اصولگرا که بهتر بگوییم جناح بنیادگرای شیعه اسلامی مثل همونایی که اومدن در مناظره شرکت کردن و دیدیم که همه اینها با اون سیاستی که در رابطه با تحریم ها عمل میکردن خواهان این بودن که خلاصه باید مذاکره کرد، باید عقب نشینی کرد، امتیاز داد و تا بتونن از به اصطلاح از این تحریم در بیان و بتونن نفتشون رو بفروشن، بتونن مردم رو راضی نگه دارن. مردم هم به نظر من آگاهانه، یعنی کار دیگه نمیتونستن بکنن، یا میتونستن بریزن تو خیابون مثل انتخابات 88 که خب چنین توانی رو نداشتن، نه اپوزیسیون به قول خودش سرنگون طلب اون قدرت رو داشت و نه اپوزیسیون اصلاح طلب هم نتونست کاری انجام بده. ما میبینیم که دهها فرمانی که میداد که فلان روز بریزین تو خیابون یا فلان شب الله اکبر بگین یا نمیدونم فلان بکنیم، کسی در عمل نتونستن کاری رو انجام بدن که خب این در درجه اول برمیگرده به سرکوب و دیکتاتوری حاکم، وگرنه خب مردم همون مردم بودن. ولی در مقطع انتخابات هم آگاهی عمومی مردم که طبیعتاً اصلاح طلبان، نیروهای رفسنجانی و برخی گروه‌های اپوزیسیون به این فکر افتادن که خب برن زیر یا در واقع زیر چتر حمایت از حسن روحانی و از این طریق بتونن جناح‌های خیلی ارتجاعی تر مثل جلیلی و غیره رو کنار بزنن و بتونن تغییر بخوان. بنابراین به نظر من یک تحول اساسی صورت گرفت. این تحول اساسی به معنی این نیست که جمهوری اسلامی ناگهان مترقی شد. به نظر من نه، جمهوری اسلامی اون بخش عقلانی اون که عاقلانه به دفاع از نظام برمیخواستن مثل آقای حسن روحانی، ایشون نه اصلاح طلب هستن و نه مخالف نظام، ایشون در واقع بخش پخته و عقلانی نظام بودن که انتخاب شدن و من فکر میکنم که یک تجدید نظری اپوزیسیون باید بکنه، بتونه یه سیاست مشخصی و که بر مبنای واقعیت ها باشه. امروز در واقع اگر از مردم بپرسین همه منتظرن ببینن که بالاخره قیمت دلار میاد پایین یا نه، بچه هاشون، فرزندانشون میتونن به اصطلاح از این وضعیت بیکاری در بیان. هر خانواده شما در ایران نگاه بکنید که 10 تا 15 تا جوان داشته باشه، باور کن همشون بیکارن و اونایی هم که سرکارن از در واقع عناصر حکومتی هستن، از به اصطلاح آقازاده هایشون هستن که اونها رو میبرن جابجا میکنن، وگرنه به قول آقای روحانی میگفت در چند سال آتی، 3-4 سال آتی ما با 4 میلیون تحصیل که به اصطلاح جوان تحصیل کرده بیکار مواجه هستیم.
اگه بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم، اپوزیسیون در بهترین شرایط قبل از انتخابات که شرایط بین‌المللی و شرایط بی‌نهایت مساعد داخلی فراهم بود، متاسفانه کاری نتونست بکنه جز اینکه هر کی در واقع سعی میکرد که نسبت به بغل دستی خودش رو رادیکالتر و ضد اسلامی تر و خواسته های خیلی بالاتری رو تر بکنه. اکنون شرایط به نظر من تغییر کرده و البته هنوز باید منتظر بود، ولی به نظر میرسه که نظام در مجموعه خودش به این رسیده که باید در مقابل غربی ها عقب نشینی معینی در مسئله هسته‌ای بکنه و به اونها اطمینان بده و از این طریق تحریم ها باز بشه. تمام صحبت های آقای حسن روحانی در دیروز کنفرانس مطبوعاتی نشون میداد که نظام حاضره و بیشتر چانه زنی بود، برخوردهای دیپلماتیک بود، ولی در عمق وجودش اینه میدونن که بدون پول این حکومت نمیتونه بگرده، اون حکومتی که خودش رو حکومت ایدئولوژیک میدونه و در آینده هم این منافع ایدئولوژیکش کمرنگتر و کمرنگتر خواهد بود، برای اینکه خاستگاه منافع ملی روز به روز هم در سطح توده های مردم و هم در خود حکومت رشد کرده. بنابراین اپوزیسیون باید به جای اینکه به جون همدیگه بیفتی، یه ده اصلاح طلب یه ده انحلال طلب، بدون اینکه نه اصلاح طلب ها اونا رو قبول دارن و نه مردم در شرایطی هستن که بخوام بیان به فرمان های ما خارجی کشوری ها گوش بکنن و بیان تو خیابون و جونشون رو همینجوری بی‌محابا به خطر بیاندازن. شاید یه روز این کار رو بکنن، ولی امروز مردم منتظرن که دولت حسن روحانی چه خواهد کرد. آقای روحانی در زمینه اقتصادی، در زمینه بیکاری، در زمینه آزادی‌های اجتماعی، در زمینه زنان، در زمینه مسائل ملی قومی یا به عبارتی اتنیکی قول‌هایی داده که اپوزیسیون باید بر مبنای این قول و وعده‌های انتخاباتی کار بکنه و بتونه مردم رو در صورتی که حکومت باید راه گذشته رو در پیش گرفته بگیره یا اینکه وعده های انتخاباتی خود رو نادیده بگیره، بیاد به میدون. البته آقای روحانی هم گفت اگه من نتونم وعده ها رو در واقع اجرا بکنم کنار میکشم. خب این معنی و مفهوم مشخصی رو داره که جناحایی در حکومت مخالف حتی حداقل وعده هایی رو که آقای روحانی در چارچوب همین حکومت داده اجرا بشه. به هر حال سیاستی که میتونیم اتخاذ بکنیم به نظر من این است. شب و روزتون خوش، تا دیدار بعدی.